رسوایی قیس الفت با شبنم ثریا به بار دیگر و سفرهای جدید قیس الفت به تاجیکستان و جنگ همسر قیس الفت با شبنم ثریا. من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. قیس الفت یا شاهزاده غزل افغانستان یک تن از هنرمندان محبوب، ناماشنا و سرشناس افغانستان است. قیس لقب شاهزاده غزل را از طرف علاقمندان و طرفدارانش کسب کرده است. قیس الفت در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده، پدرش و پدرکلانش از جمله نامدارترین هنرمندان افغانستان بوده است. قیس الفت سال پار کنسرت‌های با شبنم ثریا در سرتاسر جهان برگزار کرد که مورد نقد و انتقاد شدید علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفت و به همین خاطر قیس الفت مدت زیاده می شود کارهای هنری خود را با شبنم ثریا قطع کرده بود و جدیداً قیس الفت دوباره سفرهای به کشور تاجیکستان داشته است و در محافل خوشی تاجیکی ها با شبنم ثریا یک جا اشتراک می کند و این کار قیس الفت باعث خشم همسرش شده است و همسر قیس الفت با شبنم ثریا درگیری لفظی شده است. قیس الفت در کشور تاجیکستان چندین آهنگ جدید ساخته است و جدیدترین آهنگ وی با پدرش بوده است. بگو مگوهای فراوانی وجود دارد که قیس الفت دوباره با شبنم ثریا تور کنسرت های اروپا و امریکای خود را برگزار خواهد کرد، ولی هر کس خودش میداند و تصمیمات زندگیش. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان قیس الفت و شبنم ثریا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درود دیگر، بدرود.